سلام به دوستان عزیز موشکاف. آقا جدیدن نظام ولایت دوگانه سوز شده. دوگانه سوز رو من میگم، خودشون میگن حاکمیت دوگانه. نمایندگان مجلس دهم باید هوشیاری به خرج دهند و با فرصت سوزی روند تغییر در ساختار حاکمیت دوگانه را به آینده نامعلوم واگذار نکنند. گذار از حاکمیت دوگانه غیر کارکردی به کارکردی را باید از این مجلس شروع کرد. امروز همان فردایی است که اصلاح طلبان منتظر آن بودند. شاید بگید بابا این نظام که خیلی وقت دو سره و سه سره است، حالا چی شده که یه دفعه بحث دوگانه سوزی اومده وسط؟ اجازه بدید از زبون خودشون بشنویم. رسانه‌های غربی توجه خاصی به ترکیب مجلس دهم نشان می‌دهند. فاینانشیال تایمز در گزارشی نوشت میان روهای طرفدار دولت روحانی 120 کرسی از 290 کرسی مجلس را در اختیار دارند و باقی کرسی ها به طور برابر میان مخالفان برجام و نمایندگان مستقل تقسیم شده است. حالا همون جماعت دلواپس هم به یه روایت 126 کرسی دارن. البته بماند که هر کی یه آماری میده، اما اینطوری بگم که دلواپس و دلارام تقریبا شونه به شونه شدن تو مجلس. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که دعوا بالا میگیره جونم. یعنی دیگه مثل سگ و گربه به هم نمیپرن که یکی زورش بچربه. الان دیگه یکی این میزنه یکی اون، نوش جان هر دوشون. تا اینجای کار جبهه امید شیرازه اصلی مجلس دهم را تشکیل می‌دهد. جالب اینجاست که هر کدوم یه چیزی میگن. دلواپسا میگن ما هنوز سریم، دلاراما میگن نه ما جلوییم. البته یه علتش هم اینه که به اون به اصطلاح مستقلین یا به عبارتی حزب بادی ها بگن که بابا ما بیشتر سیبیلتون رو چرب میکنیم، بیاین طرف ما. این آمار و ارقام متناقض زنجیره‌ای ها تنها به این جهت صورت میگیرد که آنها تخیل پیروزی را بر واقعیت حقنه کرده اند و با موج سواری بر روی این آمار و ارقام متناقض قصد ایجاد عملیات روانی برای جلب نظر مستقلین را به خود دارند. بله، معنیش اینه که دلارامای جام زهری تو دعوای جناییشون با اون یکی یه هوا روشون زیادتر شده. یعنی که دعوا بازم بالا میگیره، یکی میگه برجام یکی میگه نابرجام. هرچی اینا بیشتر استخون هم دیگر رو بجوان حساب ملت ایران پرتر میشه. سعید حجاریان آب پاکی را روی دست مردم ریخته و میگوید مجلس دهم دو فراکسیون دارد، برجامیان نابرجامیان. معنای این حرف آن است که مجلس دهم نباید کار دیگری جز برجام بازی و تولید مشغله کاذب در این زمینه داشته باشد. اینم دو کلمه از زبون جام زهریای ریزشی. بله، حاکمیت دوگانه که میگن همینه دیگه. به این میگن فرجام برجام. البته فرجام نهایی توی در رفتن زوار کل نظام و کل پا شدنشه. بله. تا موشکاف بعدی خداحافظ همگی.